สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านครับ تهیه مجموعه مستندی 180 دقیقه‌ای از شهرهای اصفهان، شیراز و تهران. เดินทางสู่เมืองอิสฟาฮานชมความสวยงามของอิหม่ามสแควร์โปซิโปลิสที่เมืองชีลาสที่พระราชวังโกเลสตาน مستندی که با حضور عوامل شبکه PPTV تایلند در ایران برای نخستین بار تهیه و با هدف معرفی جاذبه‌های گردشگری کشورمان این روزها از آنتن این شبکه سراسری پرمخاطب در حال پخشه. ایران به لحاظ تاریخ و تمدن، فرهنگ و ادبیات غنی واقعا منحصر به فرده. در سفری یک ماهه آثار باستانی، ابنیه مذهبی، معماری اصیل و چشم نواز مساجد، بازارهای سنتی، برخی بافت‌های تاریخی، مقبره شهرهای بزرگ، صنایع دستی بی‌بدیل و انواع غذاهای سنتی خوش‌طعم، شیرینی‌های متنوع و خوشمزه ایرانی رو در شهرهای اصفهان، شیراز و تهران به تصویر کشیدیم. مجموعه‌ای که در 16 قسمت 10 تا 12 دقیقه‌ای هفته یک بار ساعت 9 صبح با زیرنویس انگلیسی از شبکه PPTV تایلند پخش و شب‌ها نیز تکرار میشه. Iranian about the architecture, about everything, so we want to focus. ما تلاش کردیم ابنیه تاریخی ارزشمند و تمدن و فرهنگ غنی چند هزار ساله به همراه طبیعت زیبای ایران 4 فصل رو به خوبی روایت کنیم. برخلاف ادعای ایران هراسی برخی رسانه‌ها، ایران واقعی کشوری بسیار امن با مردمانی مهمان نواز و مهربانه و سفر به ایران بسیار خاطر انگیز و به یاد ماندنیه. هر قسمت از مستند جاذبه‌های گردشگری ایران پس از پخش از تلویزیون تایلند بلافاصله بر بستر یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی این کشور بارگذاری میشه که البته آمار بازدیدها از استقبال چشمگیر تایلندی‌ها حکایت داره. اسماعیل پورحاجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.